هنری کیسینجر، سیاستمداری که نام او با برخی از مهمترین وقایع تاریخ قرن 20 گره خورده. او قریب به یک قرن زندگی کرد. تاریخ زندگی او هم بسیار پرتلاطم بوده. با به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان و آغاز فشار بر یهودی‌ها، کیسینجر و خانواده‌اش به ایالات متحده پناهنده میشن. کیسینجر در کشور جدید زود ادغام میشه و پس از ورود به سیاست در سال 1969 مشاور امنیت ملی ایالات متحده و بعد از او وزیر امور خارجه میشه. نگاه هوشمندانه کیسینجر به عرصه سیاست باعث شده تا او به یکی از ستونهای اصلی سیاست خارجی در دولت‌های جرالد فورد و ریچارد نیکسون تبدیل بشه. دوران حضور کیسینجر در سمت وزارت خارجه مسیر سیاست خارجی آمریکا رو تغییر داد. بهبود روابط ایالات متحده با شوروی، اون هم در دورانی که ترس از جنگ هسته‌ای بین طرفین افزایش پیدا کرده بود، سایه ترس رو از سر جهان رفع کرد. کمک به خروج چین از انزوای دیپلماتیک در شرایطی که مائو تلاش می‌کرد به عنوان رقیبی برای شوروی خودش رو مطرح کنه. این موضوع در شرایطی رخ داد که روابط پکن و واشنگتن تا پیش از اون قطع بود. میانجیگری و استفاده از دیپلماسی رفت و برگشت برای پایان جنگ یوم کیپور بین اسرائیل و عرب، این هم از نقاط عطف دوران فعالیت کیسینجر بود. این تصویر هنری کیسینجر در دیدار با انور سادات، رئیس جمهور سابق مصر. در حالی که حمله نظامی کشورهای عربی به اسرائیل و واکنش این کشور سطح تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش داده بود، نمایندگان ایالات متحده به طور مداوم با طرف‌های مخاصمه مذاکره می‌کردند تا جنگ و کشتار پایان پیدا کنه. تلاشی که در نهایت هم به ثمر نشست. هنری کیسینجر به عنوان معمار اصلی پایان جنگ ویتنام هم شناخته میشه. شاید بشه گفت این کیسینجر بود که آمریکا رو از باتلاق ویتنام نجات داد. Nothing that has happened to me in public life has moved me more than this award. تلاش‌های مستمر کیسینجر طی این دوران در نهایت منجر به کسب جایزه صلح نوبل از سوی او شد. Great power rivalry into Africa for the first time in 15 years. البته تاریخ از چهره او به مانند سایر سیاستمداران تصویری خاکستری ارائه میده. برخی معتقدند حمایت آمریکا از کودتای شیلی، حمایت از پاکستان در جنگ استقلال بنگلادش به رغم کشتار گسترده بنگالی‌ها و جنگ کثیف در آرژانتین که در اون آمریکا از سرکوب معترضان به حکومت وقت این کشور حمایت کرد. همه اینها طراحی کیسینجر بود. برنده جایزه نوبل به دلیل این موضوعات از سوی برخی منتقدان به جنایات جنگی هم متهم بود. دو روی یک سکه. I do not believe that the character and credibility of the Secretary of State is at issue. And if it is not cleared up, I will resign. ایران هم از تأثیرات سیاست کیسینجر بی‌نصیب نبود. نگرانی آمریکا از نفوذ شوروی در خلیج فارس باعث شد تا سیاست خارجی ایالات متحده بر حمایت از شاه تنظیم بشه. تاثیرگذاری کیسینجر حتی در سالهای اخیر هم مشهود بود. سفر او به چین و دیدار با شی جین پینگ در شرایطی صورت گرفت که لفاظی‌ها بین واشنگتن و پکن افزایش یافته بود. اما سابقه کیسینجر در برقراری رابطه دو کشور باعث شد تا بسیاری این سفر غیر رسمی رو به آب سردی بر شعله تخاصم رو به رشد دو طرف ارزیابی کنند. کیسینجر که پیشینه یهودی داشت، از تثبیت اسرائیل و پیمان ابراهیم استقبال کرد. اما نگران بود امتیازاتی که عربستان سعودی از این توافق به دست میاره برای آینده خاورمیانه تنش‌زا باشه. در طول یک قرنی که هنری کیسینجر زندگی کرد، جهان با زیر و بم‌های بسیاری روبرو بود. تغییراتی جدی که ریشه بسیاری از اونها ایده‌های کیسینجر بود. هیچ سیاستمدار آمریکایی به اندازه او تمجید و البته نقد هم نشده. وزارت خارجه بریتانیا به او لقب جادوگر جهان غرب را داده.
حامیان کیسینجر معتقدند او کسی بود که دموکراسی رو به جهان صادر میکرد. منتقدانش اونا عامل بسیاری از فجایع میدونن. شاید آنچه به عنوان میراث کیسینجر به جا مونده عملگرایی او برای حل بحران هاست. I am confident that the leaders on both sides will come to realize that the future of the world depends on their capacity to analyze together what the challenge is, to work out parallel solutions, امیر سلطانزاده، اتاق to خبر. manage the inevitable